سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. میخوام راجع به سناریو نویسی و داستان پردازی باهاتون صحبت بکنم که بتونید با استفاده از این موضوع ویدیوهای خیلی خلاقانه ای رو بسازید. با من همراه باشید. مهران پاشا هستم و اینجا استارتاپ تیزر با ما. خیلی خوش اومدید به صفحه یوتیوب ما و امیدوارم که توی این صفحه بتونید اطلاعات مفیدی راجع به موبایل گرافی و تولید محتوا به دست بیارید و آموزش ببینید و ازش استفاده بکنید. در نتیجه برسید به ویدیوهای پربازدید و کلی اتفاقای خوب. یکی از اون مسائلی که باعث میشه ویدیوهامون خیلی پربازدید بشه داشتن سناریو یا داستانه. الان اکثر ویدیوهایی که بازدید بالایی داره، رنک بالایی داره، خیلی وایرال شده، کلی ریاکشن گرفته و همه اینها مدیون یک موضوعی به اسم سناریو نویسی. پس سناریو خیلی چیز مهمیه. میخوام بهتون توضیح بدم که چجوری سناریو رو بنویسیم و بتونیم اجراش بکنیم و در نهایت منجر بشه به ساختن یک ویدیوی داستانی. قبل از اینکه بخوام مراحل ساخت یک سناریو رو براتون توضیح بدم، یه نکته خیلی مهمی رو بگم. بارها ویدیوهایی رو دیدم که البته از کمپانی معتبری نبوده و صرفاً افراد معمولی این ویدیوها رو ساختن. چیزی که وجود داشته این بوده که توی ویدیو داستان بوده، یک سناریویی اجرا شده، اما هیچ ربطی به اون محصولی که قرار بوده تبلیغ بشه نداشته. انقدر به اون کاراکتر دومه پرداخته شده که اصلا محصول دیده نشده، یا نه محصول وجود داشته ولی هیچ کاربرد و هیچ استفاده‌ای توی اون سناریو نشون داده نشده. یعنی من مخاطب از کجا باید بدونم که آقا تو توی این سناریو داری به من چی انتقال میدی؟ و نه تنها اینکه به محصول تو فکر نمی کنم بلکه اصلا گمراه هم میشم که خب این چه ویدیویی بود. حالا پس صرفاً داشتن یه داستان نمیتونه سناریو نامگذاری بشه، یا بگیم که خب حالا مثلا ما یه روایتی رو طرح کردیم، یک اتفاقی توی ویدیو رسیده، مثلا از نقطه A به نقطه B ماجرای ما رسیده، خب پس ویدیو ما داستان داره، حالا باید حتما بره وایرال بشه، بازدید بالایی بگیره و کلی اتفاق خوب براش بیفته. پس این نکته رو حتما یادتون باشه که توی نوشتن سناریو وقتی میخواین فکر بکنین به ایده‌ای برسین که اولین مرحله ساختن یک سناریو همون فکر کردن و حالا یا سرچ کردن یا تحقیق کردن، حتی کپی کردن یک سناریوی دیگه روی کسب و کار خودتون در ابتدای مسیرتون به نظر من اصلا هیچ اشکالی نداره. توجه کنید توی این مسیر که حتما کاربرد محصولتون رو توی اون سناریو نشون بدید، نه که صرفا یه داستانی رو از نقطه A به نقطه B ببرید. پس اولین مرحله تولید یک سناریو یا داستان فکر کردن، سرچ کردن، حتی کپی کردن یک سناریوی دیگه روی یک کسب و کار دیگه میتونه روی کسب و کار شما هم جواب بده اگر سناریوی خوبی باشه. پس نکته‌ای که ما بهش رسیدیم توی مرحله اول میشه فکر کردن تا رسیدن به یک ایده. حالا فرض میکنیم که ما این مرحله رو رد کردیم، به یک ایده رسیدیم. در مرحله دوم کاری که حتما باید انجام بدیم، باید تمام متن اون ایده رو روی کاغذ پیاده بکنیم و روی کاغذ بنویسیم. یعنی صرفا داشتن یک ایده توی ذهنمون نمیتونه در اکثر مواقع اجرای خوبی رو به همراه داشته باشه. پس یادتون باشه که وقتی به یک ایده رسیدین حتما اون رو روی کاغذ بنویسین، کامل منسجمش بکنین، یه شکل واحد ازش در بیارین تا بدونین روی این کاغذ چی نوشته. خب الان من میخوام به چی برسم. یک دلیل داره این کار.
چون ما توی مرحله سوم به این کاغذه نیاز داریم. حالا مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم اینه که تمام اون مواردی که برای اجرای اون سناریو ما بهش نیاز داریم باید روی کاغذ بیاد. حالا ما از کجا میدونیم که به چه چیزایی نیاز داریم؟ زمانی که یک کاغذی داشته باشیم که در واقع ایده ما روش نوشته شده باشه، میتونیم تفکیک بکنیم، خیلی با دقت‌تر بدونیم خب توی خط اول ما به یک دیالوگ نیاز داریم، توی خط پایانی ما در واقع به یک بازیگر نیاز داریم. پس ما اینطوری خیلی راحت‌تر متوجه این میشیم که توی اون ویدیویی که می‌خوایم بسازیم چه چیزهایی لازم داریم یا به اصطلاح چه اکسسواری لازم داریم. مثل اگر دیالوگی داریم اون رو می‌نویسیم، مثلا بازیگرمون قراره که یه دیالوگی رو بگیم، حتما باید از قبل نوشته شده باشه. اگر بازیگری می‌خوایم انتخاب بکنیم بسته به کاربرد محصولمون، حالا خانوم باشه یا آقا، که میگم کاملا بسته به اون محصولتون داره که چه کاربردی داره. بعضی محصولات فرقی نمی‌کنه که یک خانوم بیاد در واقع سفیر برندش باشه، تبلیغش بکنه، ازش استفاده بکنه، یا یک آقا این کار انجام بده. ولی خب بعضی محصولات اینطوری نیست. پس باید حتما دقت بکنید که محصول اون کاربردش برای چه گروه و چه افرادی هستش، حتی شرایط سنیشون چجوریه. اینا رو همه رو باید دقت کنیم و صرفا وجود یک مدل یا یک بازیگر توی ویدیومون بدون دقت و بدون ربط به محصولمون میشه همون ماجرایی که صرفا یک فردی توی ویدیو حضور داره. پس این نکته هم نکته خیلی خیلی مهمیه. بک‌گراند و لوکیشن هم باید از قبل تعیین شده باشه به یک دلیل خیلی مهم. اینه که شما فکر کنید ما همه چیزمون آماده است، ایده‌مون آماده است، بازیگرمون آماده است، دیالوگش آماده است. باید بدونیم که به طور مثال رنگ لباسی که اون کاراکترمون پوشیده با رنگ بک‌گراندمون تضاد داره یا مثلا توی یک تونالیته رنگی هستش و اینا خیلی مهمه. رنگ محصول ما چجوریه، همه اینا باید از قبل فکر شده باشه. به خاطر این انتخاب بک‌گراند باید توی این مرحله انجام بشه و بدونیم که توی چه لوکیشنی قراره که در واقع از این فضا استفاده بکنیم برای که محصولمون رو در مرحله اول نشون بدیم. یه دلیل دیگه هم دارم برای اینکه بک‌گراند رو باید از قبل انتخاب کرده باشیم و بدونیم که کجا قراره اون ویدیومون رو ضبط بکنیم. بحث نوره. ببینید ما باید بدونیم که به طور مثال توی یک لوکیشن ممکنه پنجره‌های قدی وجود داشته باشه که نور خوبی به سوژه ما بخوره. توی یک لوکیشن ممکنه که فضای نوری مناسبی نداشته باشیم. حتی زمان فیلم برداریمون رو از قبل باید مشخص بکنیم، بدونیم تو چه زمان، توی روز می‌خوایم بگیریم، توی شب می‌خوایم بگیریم. اگر توی شب می‌خوایم بگیریم تجهیزات نورپردازی داریم یا اصلا بخاطر خودمون از قصد می‌خوایم اون رو توی شب بگیریم. کاربرد محصولمون یه جوریه که باید مثلا شبا استفاده بشه. خب اینا همه از قبل باید برنامه‌ریزی بشه و نسبت به اون لوکیشن نورپردازیمون رو هم تنظیم بکنیم. حالا چه نور طبیعی از نور خورشید می‌خواین استفاده بکنین، چه می‌خواین نورهای مصنوعی اضافه بکنین، فیلترهای رنگی اضافه بکنین و هر چیز دیگه‌ای. حالا وقتش رسیده که با این اطلاعاتی که دارید برید سراغ نوشتن سناریو، مرحله به مرحله اون رو پیش ببرید تا اجرا و بتونید به امید خدا ویدیوهای خیلی مهم و پربازدیدی رو تولید بکنید. یک نکته دیگه هم وجود داره که در پایان میخوام بهش اشاره بکنم، اینه که من کلاً یک ایده ای دارم. میگم قبل از اینکه بخوایم فیلم برداری اصلیمون رو انجام بدیم باید قبلش یه
شات تست بزنیم، یک برداشت تست داشته باشیم و همه چیز رو بیایم توی اون برداشت چک بکنیم. یعنی یک بار به عنوان تست اون دیالوگ گفته بشه، اون بازیگر حرکت بکنه، نورپردازی چیده بشه و ما بعدش بیایم تصویر رو ببینیم که خب الان توی این تصویر همه چیز سر جای خودشه، اگر نکته‌ای هستش برطرف بکنیم و بعد بیایم اون برداشت اصلیمون رو در واقع ضبط بکنیم. مطالبی که بهتون گفته شد هم مناسب کسایی هستش که با موبایل فیلم برداری میکنن، هم مناسب کسایی که با دوربین حرفه‌ای در واقع میخوان این کار رو انجام بدن و فیلم برداری رو با دوربین حرفه‌ای پیش ببرم. هیچ تفاوتی نداره و آموزشی که بهتون دادم و صحبتایی که کردم توی هر دو مشترک هستش. منتها به خاطر اینکه استارتاپ تیزر با ما کلا فعالیتش موبایل گرافی هستش، من از واژه موبایل گرافی استفاده کردم و این توضیح رو به این شکل دادم. اگر میخوای که اطلاعات بیشتری راجع به مخصوصا موبایل گرافی داشته باشی، حتما صفحه یوتیوب منو سابسکرایب کن. هر سوالی که داری میتونی توی کامنت ها ازم بپرسی و همینطور میتونی این ویدیوها و حتی ویدیوهای دیگر رو هم توی صفحه اینستاگرام تیزر با ما ببینی و امیدوارم که بتونم با تولید این ویدیوها یک کوچولو کمک بکنم به کسایی که تازه میخوان کارشون رو شروع بکنن یا به هر دلیلی تا الان آموزش رو شروع نکردن. امیدوارم شاد و پیروز باشین. خدا نگهدار.